الو، سلام علیکم. خسته نباشید. سلام خدا، درود ملائکه بر شما باد. شما رهروان پیغمبر و خدا. ایشالله که همیشه موفق و مؤید باشید. سلامت باشید. من میخواستم بگم که این آقای نمر، باقر نمر، آیا از آقای دلباری رحمت الله علیه یعنی بالاتر بود؟ خدا سرشاده، من وقت سخنان دلباری رو میشنوم یعنی واقعا از جیگرم آتیش میگیره و همشم نفرین میکنم که اینو از روی زمین برداشتن. آیا به جز حرف حق، به جز حرف خدا، به جز کلام خدا آیا چیزی دیگه ای میگفت؟ آیا مثل اون فوش میداد و صحابه؟ این که همش دهنش باز بود و میپرید بالا و میومد پایین، عین میمونی که رو درخته بپره، فقط توهین میکرد به صحابه. این بنده خدا، این آقای بهشتی، به جز حق، به جز حرف خدا، به جز کلام قرآن، به جز راهنمایی، به جز حرفهای درست حرف دیگه ای نمیزد که من وقتی سخنرانی های این مرحوم رو میشنوم و گفته هاشو میشنوم واقعا قلبم آتیش میگیره، جیگرم آتیش میگیره. رحمت خدا بر اون باد. خدا صبر بده به همه طرفدارانش و خانوادهش. انشالله که بالاترین جای بهش جایگاهش باد. خدا لعنت کنه اونایی که دست به خون پاک این بنده خدا، این بنده صالح، خدا انشالله که در قعر جهنم قرار بگیرن که این بنده رو از روی زمین برداشتن. خدا از روی زمین اینو برداره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. گلستان از ایران. التماس دعا، خدا حفظتون کنه. اون آقای سلیمانی با اون چهره نورانیش، اون مولانا حاج آقا دهقان، اون پسر گلم آقای انصاری، اون عبدالرحمن فاتح که واقعا زبانش عین شمشیر براست، در قرآن درس دادنش، در هر چیزش زبانش عین شمشیر براست. الهی که من که عمرمو کردم، من قابل نیستم تا یک روزم عمر دارم، انشالله بر عمر شما خدا برداره بذاره. من شماها رو میسپارم به خدا. شما اولادای من هستید که من واقعا با پسرم که میگه این کانالو نگاه نکن، اینا وهابیان، که حتی با آقای مولانا دهقان در میان گذاشتم، گفت نفرینش نکن، اینا گوش داده به حرف این رافضیا. انشالله که دعا کنید اونم به راه حق بیاد. سالی دوبار میرین، از 7 سالگی نماز روزش ترک نمیشه، نماز شبش ترک نمیشه. مومن فقط ناراحتم از این که این فقط سالی دوبار میره کربلا، خرج میکنه زندگیش. حتی شب اومدن موبایلشو دزدیدن، گفتم اگر همون سرتو میبریدن این شیعه یا عراقی چیکار میکردی؟ اونا سر امام حسین بریدن، سر 72 تن امام حسین بریدن، طفل امام حسین کشتن. تو میری به کی خدمت میکنی؟ میری به خودت به کی نشون میدی؟ اگه امام حسین دوست داری، راه امام حسین برو، راه پدرشو برو، راه جدش رسول الله رو برو. اینا فرستاده خدان. اینا که تو وصال حق میبینی، که من یه چند سالی بود که همش کلمه رو آقای سجودی، آقای حیدری، دکتر کلهور، آقای هاشمی، اینا رو همه من اونا رو میدیدم که گفتم من قبلا خدمتون که این حالا کار خدا بود. من این تلویزیونم خراب شد، آوردن درست کنن که این وصال حق من میگه حالا اونو ندیدم، اونو نمیتونم دیگه درست کنم، ولی این وصال حق که واقعا که به حق دست بشین، که شدین رستگار بشین، که هستین جاتون تو بهش باشه که از خدا نگهدار. التماس دعا. این پسر منم دعا کنید که واقعا مؤمنه، قرآن میخونه، قرآن حفظشه. بچه‌هاش به کوچیکی 4 سالشونه که الان سوره‌های قرآن همه یادش داده. بچه‌هاش وادار میکنه نماز عین
بگم که مثل قورباغه پرت میشن با پدر نماز میخونن، بلند میشن میشینن قنوت میگیرن، نمیدونم اون کارایی که اون میکنه. ولی تو رو خدا، تو رو به اون وحدانیت و خدا ما رو دعا کنید، پسرم رو دعا کنید که به همین راهی که شما میرید بیاد. و من از همه چیزش مؤمنیش راضیم، ولی اینه که واقعا این همه میره کربلا و میاد و زندگیش سالیانه خرج میکنه، 40 میره، عاشورا میره خرج میکنه، همه چیزش هم میدوزن و میاد. خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. خدا حافظشون. خدا نگهدار شما مادر گرامی. ما هم دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی فرزند شما رو به راه راست، به راه توحید و یکتاپرستی هدایت بکنه. مادامی که ایشون قرآن میخونن، نماز میخونن، عبادت ها رو انجام میدن، انشالله که امیدوار باشید که الله سبحانه و تعالی ایشون رو به راه راست هدایت میکنه. ایشون تا نیمه راه اومدن، فقط نیاز است که دعا بکنید و الله سبحانه و تعالی خاصتا دعای مادر رو در حق فرزندش قبول میکنه. ما هم دعا میکنیم، شما هم دعا بکنید، بینندگان عزیزم دعا بکنن که الله سبحانه و تعالی فرزند شما رو به راه توحید و یکتاپرستی هدایت بکنه. تشکر میکنیم از این مادر گرامی و بزرگوار.